بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزی ما و شما درس 16 هم است که نامهای الله سبحانه و تعالی که به جلال و عظمتش دلالت میکنه، این نامها را ما و شما انشاءالله میخوانیم. طبعا الله متعال نامهایی که به عظمتش دلالت میکنه، اما آیت شریفی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ما و شما سه نامی که الملك القدوس السلام خواندیم، امروز نام المؤمن الله سبحانه و تعالی را میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المؤمن ای اسم در اسماء الله الحسنا از جمله نامهایی است که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی دلالت میکنه و دلیلش همین آیت قرآن است که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. باز به ادامهش المهیمن العزیز الجبار المتکبر میه. و نام المؤمن الله سبحانه و تعالی مفاهیم خاص خود داره و ما و شما مکلفیت داریم که الله سبحانه و تعالی را همون قسم که خودش و رسولش معرفی کردن، ما همون قسم الله را بشناسیم و برای دیگران معرفی بکنیم و این بزرگترین مکلفیت ما و شما هست. اول نام ذات با عظمت و ذات با جلال هست که خودش به وحدانیتش شهادت میده. در امام قرطبی رحمه الله در تفسیرش به نام الجامع لاحکام القرآن نوشته میکنه که المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله انه لا اله الا هو. میگه المؤمن الذی، او ذاتی هست که وحد نفسه، که ذات خدا به وحدانیت یاد کرده، شهد و شهادت داده به ای که شهد الله انه لا اله الا هو، خودش شهادت داده به ای که نیست معبود به حق بغیر از او. و همچنان معنای دیگه از این هست که نام مؤمن الله سبحانه و تعالی نام او ذات به عظمت جلال هست که بندگان مؤمنش تصدیق میکنن. یعنی الله مؤمن هست، یعنی تصدیق کننده هست برای بنده های مؤمنش. علامه ابوالفرج جوزی میگه رحمه الله انه الذی یصدق عباده وعده. میگه او ذات هست که تصدیق میکنه برای بنده هایش وعده هایش را. یعنی وقتی که ما و شما میگیم که الله متعال وعده کرده هست که بنده های مؤمن خدا به جنت ببره و بر از آن نعمت های خدا در دنیا و آخرت نصیب بکنه، این ذاتی هست که المؤمن تصدیق میکنه که واقعا همین قسم است. و ابن قتیبه رحمه الله میگه انه یصدق ظنون عباده المؤمنین ولا یخیب آمالهم. یعنی الله سبحانه و تعالی ذات به عظمت هست که تصدیق میکنه اعتقادات بنده های مؤمنشه. ما و شما الحمدلله ایمان داریم که الله متعال رحمان است و رحیم است و به رحمتش سر ما رحم میکنه و بنده های مؤمن موحدش داخل جنت میکنه. این ما و شما عقیده داریم و این عالم میگه که امی عقیده‌ای که مؤمنین دارن که انشاءالله ما را الله متعال به رحمت خود داخل جنت میکنه، این میره تصدیق میکنه الله متعال ولا یخیب آمالهم، و امو آرزوهایی که اینا دارن ایره ضایع نمیکنه و ایره امو گمارهایش را تصدیق میکنه و امو امیدی که داره و اونا را ناامید نمیسازه. علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله میگه المصدق الذي يصدق الصادقین بما یقیم لهم من شواهد صدقهم. میگه المؤمن چی معنی؟ ای عالم میگه تصدیق کننده هست
تصدیق کننده هست، یعنی المؤمن به معنای المصدق تصدیق کننده هست. او ذاتی که تصدیق میکنه صادقا را، راستگویا را، بما یقیم لهم من شواهد صدقهم، برای از که مثلا بر صدقشان شواهد دلائل بیان میکنه. و علامه سعدی میگه که المؤمن ای المصدق لرسوله و انبیائه بما جاءوا به. این عالم میگه تصدیق کننده هست برای پیغمبرانش، برای رسولانش و انبیاش با آن چیزی که آوردن، بالآیات البینات، با دلایل بسیار روشن. یعنی تصدیق پیغمبران را، سخنهایشان صدق میگردانه، بر از اینا معجزات و دلایل و البراهین القاطعات و الحجج الواضحات، بسیار دلایل قوی و حجج و دلایل قوی و واضح را میاره تا که پیغمبرای از رسولایش انبیا علیهم السلام اینا تصدیق شوند. سوم معنای از این نام، پس اول المؤمن به معنای شهادت دهنده، دوم المؤمن به معنای تصدیق کننده، و سوم نام ذات با عظمت که به طرف ایمان و امنیت و امن حکم میکنن. یعنی امام ماوردی میگه انه داعی الی الایمان. چی معنی میگه المؤمن؟ یعنی ذات با عظمتی که دعوت میکنه به طرف ایمان. فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خب دیگه امام غزالی چی میگه؟ میگه المؤمن هو الذی یعزى الیه الامن والامان. میگه المؤمن ذاتی هست که به طرف از او امن و امان برمیگردد. به خاطر چی؟ میگه به افادته اسبابه. میگه به خاطر ازی که الله سبحانه و تعالی امی اسباب امن و آرامش برای انسان ها چی کرده؟ مهیا کرده. و صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عباس و همین قسم تابعی جلیل القدر که مقاتل است، اینا چی میگه؟ میگه و آمن من آمن به عذابه. میگه او ذاتی هست که امینه من آمن به عذابه. میگه او در امن است کسی که الله متعال اونا را از عذابشان در امن میداره. و ابن منظور چی میگه؟ میگه المؤمن الذی آمن اولیاءه عذابه. میگه مؤمن او ذاتی هست که اولیاء و دوستای خود از عذابش در چی؟ در امن نگه داشته هست. و عالم دیگی میگه که میگه مؤمن یعنی به معنای او ذاتی هست که مظلوما را در پناه خود امن میته، آرامش میته. ان المؤمن هو المجیر الذی یجیر المظلوم من الظالم. این ذاتی هست که مظلوم از ظالم در پناه خود حفظ میکنه. و دیگه به معنای عزیز است که ذات با عظمتی که ترس و خوف را به امنیت و آرامش تبدیل میکنه. امام ابن ماجه روایت میکنه که عن ابن عمر، میگه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرد که لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم یدعو هؤلاء الدعوات حین یمسی و حین یصبح. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعاها را در صبح و شام هیچ وقت ترک نمیکرد. چی میگفت؟ میگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم انی اسالک العفو والعافیت فی الدنیا والآخره. یا الله ما عفو و عافیت در دنیا و آخرت از تو سوال میکنم. اللهم انی اسالک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اهلی و مالی. باز میگفت که یا الله ما از تو عفو و عافیت میخوایم در دین خود، در دنیای خود، در اهل و خانواده خود و در مال خود. اللهم استر عوراتی. یا الله عورت مرا ستر بکن. و آمن روعاتی. و امو ترس های مکس، خوف مکس، او را به امنیت مبدل کو. واحفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بک ان اغتال من تحتی. اینی چی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را میکرد. نام دیگه از نامهای با عظمت الله سبحانه و تعالی نام المهیمن است. المهیمن
نام ذات با عظمت هست که در آیت قرآن ثابت است که المهیمن هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن. مهیمن یعنی ذاتی که بر هر چیز هیمنت، احاطه و سیطره داره. هر چیز که از بالای از هیمنت داره، احاطه داره و سیطره و قدرت داره. علامه ابن الامام نوشته میکنه، میگه المهیمن هو المحیط بغیره الذی لا یخرج عن قدرته مقدور. میگه مهیمن او ذات احاطه کننده هست که هیچ کسی از قدرت ازی بیرون شده نمیتونه، کلگی تحت قدرتش است. ولا ینفک عن حکمه مفطور، هیچ کسی از حکم ازی دور شده نمیتونه. تمام مخلوقات زیر حکم ازی هست. اگر بخواه که تمام جهان در یک لحظه نابود بکنه، به یک لحظه ما شما میبینیم به یک زلزله بسیار عادی بسیار کشورهای قوی نابود میشن. و اگر این زلزله که است مثلا درجه زیر قوی بسازن، دیگه بالاخره کل از اینا یعنی الله متعال ذات مهیمن هست، قدرتمند هست که تمام مخلوقات زیر تأثیر از او هست و هیچ کسی برآمده نمیتونه. شما خطرناکترین کافرایی که بسیار مغرور بودن، اینا به هیمنت الهی تسلیم شدن. وقتی که سرشان مرگ می و عذاب و مرض و درد می، بازی که خدا نجات دادن نمیتونن و کل مخلوقات زیر قدرت و سلطه ازی هست. دیگه عالم دیگه میگه که المهیمن او ذات با عظمتی هست که با اعمال و رزق و اجل مخلوقاتش هیمنت و سیطرت داره. این که مثلا اجل ما چه وقت است؟ تحت قدرت از او هست. مثلا رزق ما چه قسم است؟ تحت قدرت الله سبحانه و تعالی هست. و اجل ما چه وقت است؟ کلش رزق ما، اجل مخلوقاتش کلش تحت سیطره از او است. میگه المهیمن هو القائم على خلقه باعمالهم و ارزاقهم و آجالهم، که قائم است به مخلوقاتش و چی؟ به مخلوقاتش چی میکنه؟ یعنی کل مخلوقاتش تحت تصرف ازی هست، اعمال مخلوقات تحت تصرف از اوست، رزقشان و آجالشان و تمام از اینا. دیگه المهیمن ذات با عظمت و با قدرتی است که شاهد و مراقب تمامی اعمال مخلوقات می باشه. یعنی تمام مخلوقات اعمالشان کنترل میکنه و از عمل تمام مخلوقاتش با خبر است. علامه ابن کثیر رحمه الله نوشته میکنه، میگه قال ابن عباس و غیر واحد، یعنی میگه صحابی جلیل قدر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و دیگر میگه صحابه و تابعین چی گفتن؟ گفتن که المهیمن ای شاهد علی خلقه باعمالهم بمعنى هو رقیب علیهم، یعنی الله متعال با قدرت خود به اعمال بنده های شاهد است، آگاه است، یعنی مراقب تمام اعمال از این است. پس مهیمن به معنای محیط، به معنای ذاتی که مراقب است، شاهد است، با خبر است و تمام مخلوقات تحت کنترل ازی هست. این نام المهیمن الله سبحانه و تعالی هست که ما و شما بفهمیم که اتو ذات با عظمت است. کل ما تسلیم از او هستیم و کل ما تحت سیطره از او هستیم و رزق ما و اجل ما و زندگی ما و مرگ ما و کل چیز تحت سیطره و کنترل ذات مهیمن است. دیگه یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی نام العزیز الله سبحانه و تعالی هست. العزیز ذات با عظمتی که دارای صفت عزت، قوت و غلبه هست. الله متعال میگه که کتب الله لاغلبن انا و رسولی. نام العزیز هم در آیت شریفی که در سوره حشر خواندیم، در این آیت شریف ثابت است که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. پس اینجا یکی از نامهای الله متعال چیست؟ العزیز. العزیز یعنی ذاتی که عزتمند است، بسیار ذات با عزت است، ذاتی که غالب هست. کتب الله لاغلبن انا و رسولی،
این الله قوی عزیز. یعنی الله متعال نوشته کرده که چی؟ که لاغلبن انا و رسولی، که ما و پیغمبرای من غالب میشویم. الله متعال غالب است. هر وقت که ببینید از زمان آدم علیه السلام که شما ببینید تا عصر امروزی ما، هر کسی که اگر فرعون بوده و شداد، نمرود و ابو جهل و بسیار دشمنای خطرناک الهی، کلشان مغلوب شدن. امروز کلشان زیر خاک هستند و نابود و هلاک شدن. غالب کی هست؟ الله هست. الله ذاتی که عزیز هست. عزیز یعنی ذات عزتمند غالب. پس وقتی که ما فهمیدیم که او یک ذات با عظمت است، او عزیز است و غالب هست، پس به او عقیده داریم و به او تسلیم هستیم و به او ذات با عظمت رجوع میکنیم و الله متعال غلبه از الله است و غلبه همیشه از رسولان الله است. والعاقبة للمتقین. علامه دیگه یک عالم نوشته میکنم، میگه که العزیز هو الذی له العزة التامه. عزیز میگه چه قسم بشناسیم؟ او ذاتی که عزت کامل داره. والقوة الكامله. عزیز ذاتی که قوت کامل داره. فلا یعجزه شیء. هیچ چیزی او را عاجز ساخته نمیتونه. امام مسلم رحمه الله میگه که در صحیح مسلم روایت میکنه عن ابی سعید الخدری و ابی هریره، این دو صحابی میگه روایت میکنه، یکیش ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه است و دیگه‌اش ابی هریره هست. قال اردوشان میگن که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که الله متعال فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود العز ازاره والکبریاء رداؤه فمن ینازعنی عذبته. یعنی میگه الله متعال بر ما بیان کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که میگه عزت که هست، غلبه که هست، مثل پاجامه، یعنی یکی از صفات الله هست به این شکل. والکبریاء و رداؤه، میگه کبریا و جلال و عظمت که هست مثل ردای از کبریا، ذات بزرگی که دارای کبریا است. هر کسی که منازعه بکنه در صفت عزت الله و در کبریای الله، او الله متعال میگه ما او را عذاب میدم. پس این دیگه عزیز. دیگه علما چی میگن؟ دیگه علما هم میگن که او ذات با جلال و عظمت است که همه مخلوقاتش در مقابلش ذلیل و تسلیم هستن. کلگی ذلیل و تسلیم است. ما و شما سر خدا به سجده میبانیم، سبحان ربی الاعلی، بس سجده میکنیم. چرا؟ با ذات با عزت، ذات عزتمنده که کل ما در مقابل از او ذلیل هستیم. او با عزت است، او ذات با عزت و جلال و عظمت است و ما مخلوقات ضعیف و ذلیل هستیم. علامه یحیی ابن سلام قیروانی میگه العزیز الذی، میگه عزیز او ذاتی هست که ذلت له الخلائق، که تمام مخلوقات بر از او ذلیل و تسلیم و عاجز هستند. واقعا ما و شما یک درد عادی که بر ما میه در کله خود میزنیم و بسیار خسته میباشیم در مقابل و شفا دهنده الله هست. یک عضو وجود ما اگر ناقص باشه نمیتونیم زندگی بکنیم. با عزتی که او بر ما داده، با رحمت از اون نعمت‌هایی که بر ما داده، ما و شما زندگی میکنیم. علامه ابن منظور میگه که الله لله العزت جمیعا، میگه الله دارای تمام عزت است، عزت کامل از الله است، فی دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت. دیگه عزیز میگه نام ذات با عظمت هست که هیچ چیز مانع ارادش نمیشه. او غلبه داره، غالب است. علامه طبری رحمه الله میگه که العزیز الذی لا یمتنع علیه شیء اراده. میگه العزیز او ذاتی هست که هیچ چیز مانع نمیشه چیزی را که اراده کرده باشه. هر چیزی را که اراده کرده باشه ذات عزیز با عظمت اونمو ارادش حتما نافذ میشه. و علامه بیضاوی رحمه الله میگه العزیز الذی لا یقهر ولا یغلب علی ما یرید.
میگه عزیز اوت ذات قدرتمند و اوت ذات غالب است که هیچ ارادش نه کس او را مغلوب ساخته میتونه و نه کسی او را مثلا عاجز ساخته میتونه. دیگه علما چی میگن؟ میگن بله العزیز نام او ذات با عظمت و با جلال است که از آنچه گمراهان که به او نسبت میتن او پاک هست. ذات با عزت و پاک است. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الله متعال میگه سبحان پاک است ربک پروردگار تو رب العزت که رب با عزت است اما یصفون از او چیزی که گمراهان و مشرکا و کافرا به او نسبت میتن از تمام از او الله متعال پاک است. علامه قرطبی میگه هو العزیز الذي لا مثل له ولا شبیه. میگه عزیز به خاطر عزیز ذات عزیز است که غالب هست او را صفات ما و شما خوانیم. میگه بله به خاطر عزیز عزتمند است که هیچ چیز شبیه و مثل از اون است. و علامه ابن جبرین میگه که انه الذي لا يعادله شيء هیچ چیز معادل از اون است و انه لا مثل له ولا نظیر. این نام العزیز الله سبحانه و تعالی. از نامهای الله سبحانه و تعالی یکی از نامهای ازی الجبار است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. نام الجبار الله سبحانه و تعالی. نام الجبار الله که در آیت قرآن آمده هست دلالت میکنه به ذاتی که دارای جبر است. جبر چی معنی؟ یکی جبر رحمت است، یکی جبر قوت است. متوجه هستین؟ جبر رحمت و جبر قوت. جبر رحمت چه قسم؟ ذات با عظمتی که دارای جبر رحمت است، یعنی به رحمت خود جبران میکنه، جبران کننده هست. علامه سعدی رحمه الله میگه الجبار الذي يجبر الكثير و یغنی الفقیر. میگه جبار او ذات هست که جبران میکنه دل شکسته را. یعنی یک کسی که در دنیا یک سختی میبینه، مشکل میبینه، سرش سختی ها و حالات سخت و مشکلات میایه و دل ازی شکسته میباشه از دردها و سختی ها و ظلم هایی که است. الله الجبار او رو چی میکنه؟ جبران میکنه. چه قسم جبران میکنه؟ که یا در دنیا برش او را نعمت های را نصیب میکنه که او دل شکستگی هاش دور شوه و یا در آخرت جنت ها و باغ ها را نصیبش میکنه و دشمنایش ذلیل و خوار و نابود میکنه. او کسایی که مثلا ظالم هستند در فلسطین ظلم میکنند، در افغانستان، در تاجیکستان، در تمامی مناطق در افریقا، در تمامی مناطق دنیا کسایی که ظلم میکنن، اگر از یهود هستند، صهیونستا هستند، نصرانی ها هستند، کافرها هستند، مرتدین هستند، سر مسلمان ها در هر جای دنیا ظلم میکنن، الله متعال این دل شکسته ها را چی میکنه؟ جبرانشان میکنه. چه قسم جبران میکنه؟ که این انسان مسلمان در روز آخرت میبینه که همین مردمای ظالم و قاتل و همین دشمنای الله و همین دشمنهای انسانیت و همین ظالم ها میبینه که اینا در آتش دوزخ همت سرنگون میشن و این انسان مظلوم خود میبینه که در نعمتهای بسیار بزرگ هست و میگه کاش که 100 مرتبه شهید میشدم، کاش که 1000 مرتبه زیر تیارای از اینا تکت تکه میشدم، که این نعمتهای بزرگی را الله برای من نصیب کرده که نعمتهای جاودانی الله هست. این ذات الجبار هست که در روز آخرت جبران میکنه. از این خاطر عبدالله ابن عباس میگه، امام ابن ماجه روایت میکنه که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگن که قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول بین السجدتین فی صلاة اللیل، میگه در بین دو سجده در نماز شب چی میگه؟ رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی.
سعی کنید این دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم میکرد. رب اغفر لی یا رب، مرا مغفرت بکن، وارحمنی و بالای مرحم بکن، واجبرنی و جبران بکن، یعنی سختی ها و مشکلات و دردها و دلشکستگی هایی که ما داشتیم، یا الله تو ذات جبار هستی، اینا را جبران بکو و الله متعال اینا جبران میکنه. ورزقنی و برای من رزق حلال نصیب بکو، ورفعنی و مرا مقام و منزلت من بلند بگردان. و عالم دیگه چی میگه؟ میگه الجبار به معنی المصلح لامورهم، او ذاتی که اصلاح میکنه امور مخلوقات خود را. و دیگه علامه بیضاوی چی میگه؟ میگه الجبار الذي جبر خلقه على ما اراده او جبر حالهم بمعنى اصلحهم. این جبر رحمت است که اصلاح میکنه، جبر رحمت است که جبران میکنه. دوم جبر قوت و قدرت است، یعنی الجبار ذاتی که به جبروت از او. امام طبری رحمه الله میگه که این جبر قوت و قدرت، یکی جبر رحمت و دیگه جبر قوت و قدرت. الجبار میگه الذی خضعت لجبروته الجبابره، میگه الجبار او ذات با عظمت هست که تمام امو جابران و ظالمانی که هستن اینا تسلیم قدرت و قوت از او هستن. الجبار یعنی ذات با عظمتی که تمام ظالما و تمام زورمندا اینا تسلیم از این هستن. و علامه سمرقندی میگه الجبار الذي جبر الخلق على ما اراد، میگه او ذات با عظمت است که مجبور ساخته مخلوقات خود به اراده خود، با جبر قوت خود. یعنی او تو قدرتمند و ذات قوی هست که هیچ کسی سر خود در مقابلش امو خطرناکترین بدماشا و خطرناکترین فرعونهای قدیم و فرعونهای عصری کلشان بر ازی تسلیم میشن. اگر بخوای به یک لحظه نابودشان میکنه، ولی با اساس حکمت خود فرصت میده بر از اینا که مخلوقات ببینن که اگر باز اینا رو در روز آخرت وقتی در آتش دوزخ داخل میکنن، باز مردم بگن که این کامل عدالت الهی هست و اینا واقعا مستحق ازی هستن که در سختترین آتش دوزخ اینا بسوزن. پس علامه سعدی چی میگه؟ علامه سعدی رحمه الله، این علامه سعدی و سعدی شیرازی شاعر نیست، این علامه سعدی یک مفسر قرآن هست. این میگه که الجبار الذي قهر جمیع العباد، میگه او ذاتی هست که تسلیم کرده تمامی بنده ها را، و اذعن له سائر الخلق، تمام مخلوقات بر از او تسلیم هستند. علامه محمد امین شنقیطی دیگه مفسر قرآن است، میگه الجبار الذي يقهر كل شيء لارادته، میگه او ذاتی هست که تسلیم میکنه هر چیز تسلیم میشه به اراده ازی و به تقدیرش. و امام بخاری رحمه الله میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فرمود تكون الارض یوم القیامت خبزة واحده، میگه امی زمین در روز قیامت مثل یک دانه نان میباشه. شما دیده باشین یک دانه نان که گرد زمین به می اندازه به اندازه یک نان میشه. یتکفؤه الجبار بیده، الله متعال میگه این زمین به ید خود به دست خود میگیره. متوجه هستین؟ کما یکفؤ احدکم خبزته فی السفر، میگه او تو الله متعال این زمین میگیره در دست خود با صفت جبروت و قدرت خود، میگه ایره میگیره مثل که یکی شما در سفرتان یک دانه نان میگیرین، این زمین در مقابل الله متعال مثل امتی یک دانه خبز یک دانه نان میگیره. نزلا لأهل الجنت، به خاطر مهمانی اهل جنت، یعنی ذات با عظمت است. و در حدیث شریف دیگه امام مسلم رحمه الله روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که رأیت، عبدالله ابن عمر میگه که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم که
بالای منبر بود و هو یقول، در حالی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که یأخذ الجبار عز وجل، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سر منبر امی قسم خطبه میداد و میگفت که یأخذ الجبار عز وجل، میگه میگیره ذات جبار عز وجل، میگه سماواته و ارضه بیدیه، آسمان ها و زمینش با دست خود، میگه در دست خود میگیره. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات با عظمت الله سبحانه و تعالی را بیان میکنه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع خود چی میگه؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه، پاک است او ذاتی که دارای جبروت است، جبر قوت و جبر رحمت. متوجه هستین؟ خب یعنی ذاتی که دارای جبروت است و الملکوت و الکبریاء و العظمه. خب سوم جبر علو و بلندی. پس سه قسم جبر است. یعنی الله متعال جبار است، جبر قوت داره، جبر رحمت داره و جبر بلندی داره که یعنی ما فوق تمام مخلوقات است. صاحب یکی از علما نشته میکنه، میگه انه سبحانه فوق خلقه عال علیهم، مگه بالای مخلوقات است، بالای همه مخلوقات، یعنی مقام بسیار عالی و جای بسیار عالی. و هو مع علوه علیهم، با وجود از اینکه الله متعال با امی بلندی و سیطریش قریب منهم، قریب است با علمش، با صفات، با عظمتش. یسمع اقوالهم، اقوال ای بنده های خدا میشنوه، و یرا افعالهم، افعالشان میبینه، و یعلم ما توسوس به نفوسهم. این چی است؟ این صفات. پس الله متعال ذات جبار هست که دارای جبر علوم و جبر قوت و جبر رحمت است. دیگه از نامهای با عظمت الله سبحانه و تعالی الکبیر والاکبر والمتکبر. از نامهای الله سبحانه و تعالی یکی این نامهای چی است؟ اکبر و متکبر است. المتکبر در این آیت شریف است که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. پس من نام متکبر الله سبحانه و تعالی چی مانا؟ و همین قسم الاکبر نام بزرگ الله متعال و نام الکبیر الله، این سه نام است: الکبیر، الاکبر، المتکبر. نام های ذات بزرگ هست که این دارای بزرگی و کبریا و عظمت است. عالم الغیب و الشهاده الکبیر المتکبر، الکبیر المتعال. یعنی الله متعال اوت ذات هست که این در صفاتش و افعالش دارای چی هست؟ دارای کبریا و بزرگی هست. امام احمد ابن حنبل یک حدیث روایت میکنه، میگه عن عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه که قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الآیه و هو علی المنبر. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت خوان در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در چی بود؟ بالای منبر بود. و السماوات مطویات بیمینه، یعنی میگه تمام آسمان ها مطویات چی را میگه؟ مثلا ما و شما یک کاغذ میگیریم این قسمی تو میتیم در دست خود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ذات با عظمت الله که است، این آیت قرآن میگه که والسماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت میخونه که آسمان ها اینمی قسم مطوی، یعنی تو داده میشن به دست راست الله متعال سبحانه و تعالی، پاک است و بسیار عالی است، اما یشرکون از آنچه که مردم به الله شرک میارن. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یقول الله عز وجل
الله سبحانه و تعالی میگه که انا الجبار، من ذات جبار هستم. انا المتکبر، من ذات هستم که دارای کبریا هستم. انا الجبار یعنی ذات که دارای جبر قوت و جبر رحمت و جبر علو هستم، و ذاتی که متکبر یعنی دارای کبریا هستم که کبریا و جلال و عظمت به ذات من شایسته هست. انا الملک، من ذاتی هستم که دارای مالکیت هستم. انا المتعالی، من ذاتی هستم که دارای مقام و منزلت عالی هستم. یمجد نفسه، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که الله متعال میگه که انا الجبار و انا المتکبر و انا الملک و انا المتعالی، میگه الله متعال تمجید میکنه ذات با عظمت خدا. قال فجعل رسول الله صلی الله علیه و سلم یرددها، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم همین نامهای الله را امت ذکر میکرد که یقول الله عز و جل انا الجبار، انا المتکبر، انا الملک، انا المتعالی. این میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم همین قسم تکرار کرده می رفت حتی رجف به المنبر، حتی میگه همین منبر میگه امت میلرزید که رسول الله صلی الله علیه و سلم صفات جبار، صفات متکبر، صفت الملک و صفت متعالی الله متعالی بیان میکنه که ذات با عظمت است. و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. و به این شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب خدا و ما و شما را به توحید و به اینکه الله متعال دارای قوت و عظمت است. چرا ما و شما باید به عظمت و قدرت الله تسلیم باشیم؟ الله متعال قرآن عظیم شان میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما این قرآن بالای کوه نازل میکنیم، کوههای بسیار بزرگی که چقدر بزرگ هستند، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، این کوهها را میدیدی که بسیار به خشوع هستند، در لرزه هستند، از خشیت الله اینا تکان میکردند. و ما و شما انسان ها که بسیار ضعیف هستیم، ما خب باید به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی تسلیم باشیم. امام عبدالله ابن عباس چی میگه؟ المتکبر، میگه المتکبر هو الذی تکبر بربوبیته، میگه او ذاتی که با ربوبیتش تکبر نموده، فلا شیء مثله، هیچ چیز مثل از او در کبریا و جلال و عظمتش نیست. از این خاطر الله متعال انسان هایی که خشوع داره اونا را خوش داره، و انسانی که متکبر است باز او را ذلیل میسازه. چرا؟ جلال و عظمت کبریا که است به ذات جلال الله شایسته است، برای مخلوق نیست. از این خاطر علامه طبری چی میگه؟ میگه الکبیر یعنی العظیم، او ذات با عظمت است که الذی کل شیء دونه، تمام مخلوقات از او کده چی هستن؟ پایان تر است. ولا شیء اعظم منه، هیچ چیز از او کده بزرگتر نیست. و به می قسم علمای اسلام میگن که همین سه نامی که اکبر است، کبیر است و المتکبر، میگه این نام های ذات با عظمتی هست که از مشاهده حواس و درک عقل ها میگه ای در بزرگی و جلال و عظمت قرار داره. ذلك بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الكبیر. و همین قسم عالم دیگه میگه که و هو الکبیر عن مشاهده الحواس و ادراک العقول، الله بزرگ است از مشاهده حواس و ادراک عقل ها که ما نمیتونیم او ذات با عظمت با حواس خود درک بکنیم و با عقل خود درک بکنیم. هو الموصوف بالجلال و کبر الشأن. دیگه الله متعال ذات با عظمت هست که در کبریا و عظمتش مخلوق مداخله کردن نمیتونه، هیچ مخلوق. قال ربکم و هو العلی الکبیر، الله متعال ذات دارای مقام عالی و ذات با
کبریاست. و اکبر من ان یشبه بخلقه، ذات الله بزرگ است از این که مشابهت با مخلوقاتش داشته باشه، یعنی به هیچ مخلوقش مشاهده نیست. الله مزاجی چی میگه؟ میگه الله اکبر. میگه الله اکبر چی معنی؟ میگه و تعویل و میگه تفسیرش است که الله اکبر من کل شیء، میگه الله بزرگ است از تمام مخلوقات. شما این مخلوقات را که میبینین، این تمام مخلوقات پیش الله بسیار ذلیل و خوار و فوچک است. الله ذات اکبر است. الله اکبر. الله ذات با عظمت است. الله ذات دارای کبریا هست. علامه محمد شنقیطی میگه المتکبر الذی لا یتطاول لکبریائه مخلوق، میگه او ذات متکبر، ذات اکبر، ذات کبیر، او ذات هست که به کبریا و بزرگی و جلال و عظمت از اون هیچ مخلوق نزدیک شده نمیتونه. و اکبر از بزرگ است نسبت به این که کدام مخلوق به این شرکت در این صفات ازی داشته باشه. این نامهای ذات با عظمت هست که در جلال و عظمت قرار داره. الذی تکبر عن ظلم عباده، اینه میگه الله المتکبر است. چی معنی؟ یعنی الله تکبر نموده از این که مخلوق مظلومشه او رو سرش ظلم بکنه، در کبریا قرار داره. هیچ وقت مظلوم بالایش ظلم نمیکنه. و دیگه عالم چی میگه؟ علامه ابن منظور میگه المتکبر علی اوطات خلقه، المتکبر او ذاتی هست که کمر اونمو ظالمه و سرکشه را مشکنانه. ذات با عظمت اکبر، کبیر و المتکبر هست. المتکبر علی اوطات خلقه و جبابرتهم، متوجه هستین بالای از اینا بسیار با قوت و عظمت است. و عالم دیگه عالم ماوردی چی میگه المتکبر عن السیئات، میگه قتاده گفت که المتکبر او ذاتی هست که از زشتی ها در پاکی و در بزرگی و در عظمت قرار داره. و علامه عبدالرحمن سعدی میگه المتکبر الذی له الکبریاء والعظمه، دارای کبریا و عظمت است. المتنزه عن جمیع العیوب والظلم والجور، میگه پاک است از تمام عیبها، از ظلم و از ستم و از تمام این چیزها. الله متعال ذات با عظمت است و پاک است. یعنی دوستای عزیز، ما و شما مسلمان ها مکلفیت ما چی هست؟ که به الله متعال ما و شما صفات با عظمت از رو برش بیان بکنیم و او عقیده داشته باشیم و الله را با عظمتش بشناسیم. و وقتی که الله را با عظمتش شناختیم، اینمی قسم به دیگر را هم الله متعال معرفی بکنیم و به این شکل ما و شما مستحق چی شویم؟ مستحق ازی شویم که مستحق رحمت الله متعال بگردیم.